دوستان عزیز، اینا باتری های قطاره، باتری های لوکوموتیو یا به عبارتی همون دیزل. این هم داریم میریم سمت کابین راننده قطار یا راننده دیزل. این هم آقای راننده است. این هم پدلشه که ازش میرم بالا. این هم درشه. این هم شماره قطار، هم بوقشه. خب اینا رو میبینید دوستان، به این دوتا دستگاه ها میگن تامپو. به اینو با بغلی میگن تامپو. چرا؟ برای اینکه به واگنای بغلی که میچسبن به هم دیگه کوبیده نشن، مسافر پرت نشن. بعد جلوترش هم یه قلاب، اگه قلاب بزرگی که میبینید انگشت منو، این قلابیه که واگنا با هم دیگه وصل میشن. بالاترش هم یه پریزه که تمام واگنا از اون برق میگیرن. نشتی چی شد؟